بوی بد دهان، آخ که چقدر آزاردهنده است، مخصوصا اینکه داری با یکی صحبت میکنی و میبینی که چقدر دهانش بوی بدی رو میده. گاهی آدم هستش که متاسفانه خودمون همچین چیزی رو داریم و اصلا متوجه نمیشیم دهانمون انقدر بوی بدی رو میده و واقعا هم چیز شرم‌آوری هستش. اما میخوام بهت یه سری راهکارها رو بگم که بتونی این بوی بد دهنت رو از بین ببری. بیشتر اوقات علت بوی بد دهان باکتریایی شدن دهان هستش که مثلا مسواک نمیزنید و بهداشت دهان و دندان رو انجام نمیدید و باعث میشه یک لایه‌ای از باکتری که بهش پلاک گفته میشه روی دندان ها تشکیل بشه. این پلاک ها وقتی که روی هم جمع بشه و غلیظ بشه میتونه بوی بد دهان رو ایجاد بکنه. پس ما باید سریعا بیایم این پلاک ها رو از بین ببریم و این باکتری ها نتونن توی دهان ما رشد پیدا بکنن که این بوی بد رو ایجاد بکنه. بریم سراغ اولین راهکار استفاده از دهانشویی سرکه هستش. سرکه میدونید دیگه اسیدی هستش و کلا باکتری ها از محیط های اسیدی خوششون نمیاد. خود سرکه یک اسید طبیعی به نام استیک اسید داره و وقتی شما اون رو دهانشوییش میکنید محیط داخل دهانتون اسیدی میشه و تمامی این باکتری ها رو میتونه از بین ببره. میان 2 قاشق غذاخوری از سرکه سیب، یادتون باشه حتما باید سرکه سیب باشه، با آب ترکیبش میکنید و اون رو به مدت 30 ثانیه غرغره میکنید. بعد داخل دهانتون هم اینجوری میچرخونیدش کامل. بعد خب اون رو خالیش میکنید رو دهانتون رو میشورید. بسیار عالی، میتونه به بوی بد دهانتون و خب گفتن باکتری ها از بین برن تاثیرگذار باشه. مورد دوم که میتونید انجام بدین بهش میگن روغن کشی که یک کاری هستش که هندی های زمان قدیم انجام میدادن. خب میبینید چه کار میکنید؟ میان از 1 قاشق یا 2 قاشق غذاخوری روغن نارگیل میریزین داخل دهانتون و قشنگ کل دهانتون رو این روغن رو میچرخونید. خب 5 الی 10 دقیقه بهتره که این روغن داخل دهانتون بچرخه. بعدش خب تخلیه میکنید و دهانتون رو میشورید. چرا باید این کار انجام داد؟ به خاطر اینکه خود روغن نارگیل خاصیت ضد باکتریایی و ضد میکروبی داره و میتونه تمامی باکتری ها و میکروب های داخل دهانتون رو تمیزش بکنه. پس میتونید این کارم انجام بدین که هفته 1 یا نهایتا 2 بار میتونید این عمل رو تکرار بکنید. برای بوی بد دهانتون فوق العاده عالی هستش. خب قبل از که راهکارهای بعدی رو بهتون بگم، من شیما هستم، میکروبیولوژیست و همچنین محقق و پرورش دهنده مدیسینال ماشروم. ممنونت میشم با گذاشتن یه دونه کامنت و لایک این ویدیو کمک کنید که یوتیوب بفهمه واقعا این ویدیو مفیدی هستش. ممنونم که این کار رو انجام دادید. خب بریم سراغ راهکارهای بعدی. مورد بعدی این هستش که نذارین دهانتون خشک بشه. چجوری؟ دیدین که مثلا صبح‌ها که خواب بیدار میشین دهانتون بو میده؟ چرا؟ به خاطر اینکه طی شب دهانتون خشک میشه و همین خشک شدن دهان یک جای بسیار عالی رو برای رشد باکتری ها ایجاد میکنن. پس سعی کنید طی روز آب خیلی زیاد استفاده بکنید، نذارین بدنتون رو به خشکی بره. بدن که رو به خشکی بره دهان خشک میشه. خود بزاقی که تولید میشه یک ضد باکتریایی بسیار عالی هستش و میتونه داخل دهانتون رو بسیار عالی تمیزش بکنه. یک هضم کننده نشاسته خیلی عالی هستش و نمیذاره نشاسته توی دهانتون زیاد جمع بشه و رشد باکتری هم بوی بد رو ایجاد بکنه. پس سعی کنید آب طی روز خیلی بیشتر مصرف بکنید که دهانتون خشک نشه و بزاق به صورت طبیعی مدام توی دهانتون ایجاد بشه. یه مورد خیلی عالی که میتونه برای بوی بد دهانتون عالی باشه استفاده از ماست هستش. ماست حاوی آنزیم های لاکتوباسیل هستش که میتونه تمامی باکتری ها و میکروب های داخل دهانتون رو از بین ببره و خیلی میتونه براتون عالی باشه که این بوی بد دهانتون از بین بره. تازه میاد به اون بوی بد رودتون هم کمک میکنه و نمیذاره که رودتون بوی بدی رو بگیره. و سعی کنید حتما توی رژیم غذاییتون از ماست استفاده بکنید. مورد بعدی که متاسفانه خیلی ها انجامش نمیدن این هستش که
میگن خیلی خب ما بهداشت دهان دندان رو انجام میدیم، هر روز مسواک میزنیم، کارا رو انجام میدیم، اما یه کاری انجام نمیدن، زبانشون رو تمیز نمیکنن. پس سعی کنید هر موقع که دارید مسواک میزنید، یا از این حالتهای این شکلی هست که حالا تو تصویر بهتون نشون میدم که روی زبان میکشن و زبان رو کامل تمیز میکنن، یا اگر همچین چیزی ندارین سعی کنید مسواک هایی رو بگیرین که پشتش یک حالت زبری داره و اصلا مخصوص زبان هستش. خب مسواک زدی، مسواکتون رو کامل بشورین، بعد با اون پشتش قشنگ زبانتون رو تمیز بکنید. اینکه زبانتون کثیف باشه، روش بار نشسته باشه، خیلی میتونه به بوی بد دهانتون یعنی باعث بوی بد دهانتون بشه. پس تمیز کردن زبان هم خیلی میتونه به بوی بد دهانتون کمک بکنه، که البته این که زبانتون رنگش عوض بشه، سفید باشه، به اصطلاح مثلا میگم بار روی زبان هستش، هم میتونه نشون دهنده مشکلات گوارشی باشه، یبوست داشته باشین یا باکتریایی شده باشه معدتون، کلا مشکلات گوارشی داشته باشین. پس باید این مشکلات گوارشیتون رفع بشه که شما بتونید این بوی بد دهانتون رو هم رفع کنید. میگم چون خیلی‌ها هستن همه چیز رو رعایت میکنن، اما خب مشکلشون مشکل درونیه، مثلا بیمارای مثل آرتروز دارن، بیمارای مشکلات حلق و گوش و حلق و بینی رو دارن، یا مشکلات معده دارن، مشکلات عفونت روده رو دارن. خب اینها که رفع بشه، بوی بد دهان هم رفع خواهد شد. اما این راهکارهایی که طی این ویدیو بهتون گفتم رو حتما انجام بدید. اگر مشکل روده ای و مشکلات بیماری های دیگه ندارین که بسیار میتونه براتون عالی باشه.